25 کیلومتر بیرون از پاریس در روستایی 2000 کیلومتر مربعی بر سر زبانها افتاد که پیرمردی 78 ساله آمده، متفاوت با آنهایی که تا حالا دیده یا شنیده بودند. نوعی حس عرفانی در این خیابان بود. از کشورهای مختلف برای دیدن امام می آمدند. ابراهیم زکزاکی که آمده بود فرانسه درس بخواند، با قرآنی که از امام گرفت برگشت به نیجریه و شد رهبر جنبش اسلامی نیجریه. میگویند پیروانش حالا 20 میلیون نفرند. بهمن 1403 هنوز از دور و نزدیک به نوفل-له-شاتو می آیند. قطع زمینی که امام نزدیک به 5 دهه قبل ساکنش بود. من از دهه 80 میلادی به اینجا میام. هر وقت اینجا برنامه‌ای بود اومدم. زهرا آن روزها در اسپانیا مدرسه میرفت. من خیلی مخالف ایران بودم. درکی از انقلاب ایران نداشتم. مسیحی کاتولیک بودم. دشمنی هایی که کشورم با ایران میکرد منو متوجه انقلاب اسلامی ایران کرد. یکی از نشریات هفتگی فرانسه عکس امام رو مجله چاپ کرده بود، بالاش هم نوشته بود مردی که غرب رو به لرزه انداخت و همون عکس هم به صورت توصیف توی این کیسه‌ای که شانزلیزی که هستش روزنامه فروشی است اونجا هم گذاشته بودن. همین چاپ شده. کاظم آزادان در فرانسه دانشجو بود و خبرنگار روزنامه اطلاعات. من یک ضبطی داشتم، امام سخنرانی داشتم، من صحبتشون رو ضبط می‌کردم. اینقدر جمعیت زیاد میشد که گاه خیابون صف بسته میشد. برای آنهایی که خود را به اینجا میرسانند برگ‌های تاریخ ورق می‌خورد. از جدایی 3000 کیلومتر سیستان و بلوچستان از ایران، چون درآمد یک سالش تنها 40 میلیون تومان بود، و جدایی بحرین با لایحه دولت، تصویب مجلس و تبریک شاه، تا روزهایی که صدام خرمشهر را اشغال کرد. با حساب صدها هزار شهید و مجروح، اولین بار در تاریخ معاصر ما 1 میلیمتر از خاک خودمون رو از دست ندادیم. این روزها مقامات محلی نصب تصویر و نشان 112 روز از تاریخ اینجا را ممنوع کردند. اینجا یه ساختمان کوچیکی بود. پیشتر بنای ستاد رسانه‌ای روزهای انقلاب با انفجار تخریب شده بود. زورشون به این ساختمان رسید که اینجا رو منفجر کنن. مثلا یک سمبولی بود. این تکه زمین اما هست و مردم همچنان می آیند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، نوفل-له-شاتو.